أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونرجع في كل أمر لديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هموطنان عزیز، حاضران محترم، بندگان خداوند و امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، امروز روز جمعه سعید ایام، بهترین ساعت و حالتی که از حیات ما و شما، از ورق حیات ما و شما میگذرد، بهترین دقیقه هست که خداوند در این ساعت بندگان مؤمن را برای مجلس و شنیدن کلام الله، سخنها و پیامهای خودش و نجات و سعادتمندی بندگانش دعوت می نماید. و بهترین مجلسی که از همه مجالس عالم بالاتر و بهتر است، که مجلس قرآن و مجلس ایمان و مجلس جنتیان است. برای من این آیه که خداوند در سوره طه برای همه ما و شما ندای به سوی طریق حق و مجد، الله تبارک و تعالی برای نیکبختی و سعادت و برای نجات و برکات و برای فضائل و برای امنیت دعوت می نماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. خداوند در این آیت هر فردی را و جماعه بندگانش را در این آیت آگاه میکند که راه نیکبختی و سعادت شما را در همان یاد من و در ذکر من و در قرآن من و در دین ایمان من است. راه نقشه نیکبختی و سعادت شما را من کشیدم. و من اعرض عن ذکری، کدام کسانی که در دنیا از قرآن من رو بگردانند، از نماز من رو بگردانند، برای اینها یک معیشت زندگی تنگ من میدهم و روز قیامت اینها را در زمره کوران خلق میکنم. اشارت به این است که من اعرض عن ذکری، کدام کسانی که آنها از ذکر من رو بگردانند، آنها یعنی آن چیزی که من فرود آوردم بر پیغمبرم که او قرآن است، از قرآن من رو بگردانند و قرآن مرا تحقیر بکنند و با او عمل نکنند، برای من میگوید که فإن له معیشة ضنکا، البته برای اینها یک زندگی تنگ من آماده کردم که اصلا اینها دیگر خرسندی را نمی بینند.
هموطنان عزیز، معنای آیت که ایمان ما و شماست، سعادت دنیا و آخرت ما و شماست و نجات وطن و جامعه ما و شماست. در این آیت خداوند میفرماید که شما یادی مرا چنگ بزنید، فرمانی مرا چنگ بزنید، در شریعت من عمل بکنید، آنگاه شما سعادت نیکبختی میابید. و الا در غیر این هرگز شما بخت سعادت را نمیبینید. حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایند این قوما ضلالا اعرضوا عن الحق، کدام قومی که آنها گمراه شوند، از قرآن رو بگردانند، از عمل قرآن رو بگردانند، از شریعت نبینا محمد صلی الله علیه و سلم رو بگردانند، اگر چندی که در دنیا آنها نهایت دنیا دارند، میلیونیرند، لیکن بدانند که آنها خداوند برای او قومی که عمل به قرآن نکرد، عمل به دین خدا نکرد، عمل به مذهب امام اعظم نکرد، تکبری ورزید، از پی شهوات و از پی لذات دنیا مغرور شد، بدانند که قرآن خدا را تکذیب کرد، خود را و در مرتبه گمراهان حساب کرد. الله تبارک و تعالی او را اگر چند نان دارد، ماشین دارد، دولت دارد، از پی شهوات رفت، خدا در همه دنیا او را خارج میکنه. او نیکبختی را نمیبیند، او سعادت نمییابد، آبرو نمییابد، شرف نمییابد. این را باید بدانیم ما و شما. بعضیا گفتن و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا یسلب القناعة حتی لا یشبع. کسی به قرآن ایمان نآورد، به قرآن عمل نکرد، خداوند چنان حرص و حاریصی دنیا را با او میدهد که اصلا از دنیا، از جمع کردن دنیا و از شهوت دنیا او سیر نمی کند، همون حاریصانه منبره می رود. همین تا نیست؟ آیا شما دیده ایستاده دنیا چه خیلی است حاضر؟ آنانی که از پی دنیا هن اصلا سیری را نمی بینن، علاوه شهوت طغیان آنها خاموش هم نیست، از همین دنیا به بهره منبرن می روند، لذت حیات را نمی بینن. ببینی را و کلما اعطیت عبد قل ام کسر فلم ینفق الله فیه فلا خیر فیه. کدام کسی را من خداوند بفرماید مال بدهم، خواب بسیار بدهم، کم بدهم، در غیر رضای من آن را انفاق نکند، او هم خیر و برکت عمر را نمیبیند، او را نمیبیند. و کانوا اولی سعة فی الدنیا. زنک معیشه همین است. بعضیا میگویند کدام کسی که از حق رو گردان، از قرآن رو گردان، از عمل قرآن رو گردان، جامعه را فساد کرد، او بجان خود جبر کرد. برای همین میگویند که در روز قیامت و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت او را من کور خلق میکنم. خداوند بفرماد در روز قیامت من او را کور خلق میکنم، جنتی مرا نمیبیند، محشری مرا نمیبیند، دیداری مرا نمیبیند. او دعوا میکند که ربی لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. من در دنیا مرا چشم دادی، من دنیا را میدیدم، چرا امروز مرا کور خلق کردی، این چشمانی مرا گرفتی؟ پروردگار میفرماید که کذالک، حال تو چنین است. برای چی؟ برای که تو در دنیا قرآن مرا دیدی و خود را با کوری انداختی،
خود را به کوری انداختی، نظرش نکردی کتاب مرا. از کتاب من در کتاب افسانه را زیادتر خوندی، از دیدار کتاب من در دیدار فلیکس و کسیته های فساد دیدی، دختر تا فاحشه کردی، بچه تا به ایمان کردی. در دنیا چنین اخلاقی بد دیدی. از معرکه مسجد و موعظه قرآن من در بهتر معرکه ارتیس و فساد و شرابخانه و زیناخانه را دوست داشتی در دنیا. قطعی زن و کودکات در فساد رفتی، یک بار برای خدا دکان ترس نکردی، یک جمعه به جمعه یک جماعه را برای مرتد جمعه بیایی. همیتون نیستن مردم؟ ببین دنیا چی دنیاست، انسان چی انسان است. میگه من مسلمانم، میگه من مسلمانم. فیقال له لما عرست عن آیات الله و تناسیتها، شنویدی لیکن خود را به نسیان انداختی، گفتی چون نمیدونم، و حالا که والله میدونستی گفتی که نمیدونم. شنویدی گفتی تا الان خبر ندارم. خود را چنان جاهل و نادان از احکام کتاب او، از ذکر و دعوت او خود را دور داشتی. برای همین میگوید نسیان قرآن کردی. بعضی ها میگویند کدام قاریه که قرآن را محنت بکند، با پدرش و مادرش و قرآن از یاد بکند، سوره قرآن از یاد بکند، فاما نسیان لفظ القرآن ما فما والقیام بمقتضا. قرآن خوندی و چرا در نظرش نگرفتی، تکرارش نکردی، فراموشش کردی. قرآن خوندی و چرا عمل به قرآن نکردی. اینا هم در تحت آیتن. برای همین مردم یظن بعض ابناء هذا العصر انهم وصلوا الى اقصى المدنیه التي تضمن لهم السیادة على العالم اجمع. بعض انسان ها گمان میبرن ما با مدنیت رسیدیم. در زمان دموکرات آزادی ما خیلی به مدنیت رسیدیم. یک خونه های کرسکه کردگی یافتیم. این قرار رنگ دیده سمو رنگ فریبش کرده است. همیتون نیستم امروز کرسکه فریبش کرده است. میگه ما به مدنیت رسیدیم، سیادت بر عالم، از همه عالم پیش رفتیم. خونه ها معشفی بالاش تنکگی آهنی شده است. تحت شعارات الحریه، در تحت شعار آزاد ما که آزاد زندگی داریم و مساوات، برابر حقوق شدیم، هم از زنکا و مردکا. عدالت انسانی قومی، همه قوم و قبیله ما برابر شد. این را حیات میدانن، در حالتی که نمیدانن آیا این حریت و آزادی برای ملت چی نتیجه آورده است. چی نتیجه آورده است؟ فساد بالای فساد، علاوه فساد در لب دریاها، در میان باغها، در کوچه ها و در رستوران ها، زنا و فاحشگی ها، بی‌ادب و بد اخلاقی ها، شرمندگی ها و خودکشی ها و خودسوزی ها. در ببین نتیجهش همیتری است. بس همیتر نیست مسلمان ها. نمیفهمی شما؟ آیا چنین نیست در عالم امروز؟ گمان برن که ما مدنیت یافتیم، ما آزادیم. شکل آزادی در دین اسلام است، در دین اسلام است. بنابراین از قانون قرآن کدام جامعه و ملت قومی از قانون پاکی و پاکیزگی، عدالت، انصاف روگرداند، او قوم به غضب خدا مبتلا، شرمنده و رسوا خواهد شد. او قوم پلاو تر آبروناک نمی کند.
یه کاغذ بسیار قطعی تو به آبرو نمیرسی، تو سعادت و بخت نمیابی. میگو اما الدین فی نظره مستقیم، گمان میبرن که اسلام در نظر اونا یک کسل، چنانچه اتیستای قدیم آنها میگفتن دین افیونه، کلمه شعاراتشون بود. فإنه لا علاقة له بهذه المدنیة الحاضره. گمان میبرن که دین اگر مردم در راه راستی تعلقات کتاب الله و سنت رسول الله برون، او به مدنیت حاضره ما یگان علاقه نداره. این کار ما دیگر است، او کار اونا دیگر است. نمیدانن که یا بندگان خدا هن، امتان محمد مصطفی هن، آسمان زمین از خداست، آبی روان از خداست، دریاها از خداست، ما بندگان خدا، جان از خداست. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. الله چیزی بخواه حکم میکنه، میخواه باران میتیه، نمیخواه نمیتیه. در یک زمان اگر ما فساد کنیم غضب خدا بیاید چپش کنه، یگان دولت و حکومت، یگان قانون در درگاه خدا قدری نداره. طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمیتاند که اینجا دم زند. در یک موجه زدن اگر چپش کنه کی میتانه که گپ زنه؟ کی میتانه؟ کی میتانه؟ دنیا کیه؟ دنیا تو بنده کیستی؟ تو بخواهی اگر گفت جمعه گذشته گفتم من شاء فلیؤمن و من شاء